خب بچه‌ها امروز اومدم بهتون یاد بدم که چطوری بدون چیت بریم به ماه. خب ببینید بچه‌ها چیز خاصی نمیخواد. 64 تا TNT میخوایم که کمتر، یه دونه فیلینت و یه دونه واتر باکت. خب بچه‌ها ببینید ما اینجا 3 تا بلاکو میکنیم و TNT هامون رو توش قرار میدیم و از نوک این گرفته و دوباره 3 تا میکنیم و دوباره توش TNT میذاریم و طبق همین اینطوری یکی درست میکنیم که عین پورتال اند بشه و این 4 جهتشو خالی میکنیم و آب میذاریم. این وسط رو خالی میکنیم. و بچه‌ها یادم رفت وررسون و لور هم نیاز دارید. میایم وررسون ها رو اینطوری پشت اینا قرار میدیم و لور رو هر جا که دوست داشتیم میذاریم. الان من این دکمه رو بزنم به فضا پرت میشم، ولی قبل اینکه این دکمه رو بزنم سابسکرایب فراموش نشه. بریم که داشته باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب بچه‌ها میبینید که آقا دنجر تو فضا محو شد.